عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی نبض بورس. مهدی کاردان هستم با تحلیل تکنیکال نماد سیمان شمال در خدمت شما. قبل از اینکه وارد تحلیل بشیم لازم هستش که دو تا از الگوهای کلاسیک رو با همدیگه بررسی بکنیم. الگوی کلاسیکی داریم به نام الگوی فنجان و دسته. این الگو همونطور که شکلش رو مشاهده میکنید در مدت زمان طولانی شکل میگیره. به یه تقریبا میشه گفت به دو تا سقف باید نمودار کندلی ما برخورد بکنه تا شبیه به حالت یک فنجان در بیاد و از سقف دوم نمیتونه برای اولین بار عبور بکنه، وارد اصلاح میشه و مجدد تلاش خودش رو میکنه تا در این ناحیه خارج بشه از اون مقاومت و بتونه به هدفهای بالاتر دسترسی پیدا بکنه. به این الگو میگن الگوی فنجان و دسته که معمولا هم هدف قیمتی رو در کتابهای متفاوت اومدن ارتفاع فنجان در نظر گرفتن. الگوی بعدی رو که بررسی میکنیم الگوی کلاسیک مثلث هستش. خیلی‌ها باهاش آشنایی دارن. الگوی مثلث الگویی هستش که از دو حمایت و مقاومت داینامیک همگرا شکل گرفته و نمودار کندلی بین این دو ناحیه در حال نوسان هست و هر چقدر به این انتهای این الگو میرسیم طول موجها کمتر میشه و معمولا از 5 موج A, B, C, D, E شکل میگیره و به این الگو میگن الگوی مثلث و زمانی تایید و تکمیل میشه که حتما ضلع بالا شکسته بشه. خب حالا نمودار سه شمار رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. میبینیم که از یک روند صعودی اینجا اومده و به یک مقاومتی رسیده که اگر اشتباه نکنم محدوده 20,000 ریالی هستش. این محدوده وارد یک روند نزولی شده مجدد تا به یک کفی رسیده و شروع به رشد کرده و دقیقاً دوباره به محدوده 2,000 ریالی رسیده و اونجا وارد اصلاح شده. همونطور که میبینیم شبیه به یک کاپ یا فنجان در آمده و این اصلاح رو میتونیم بگیم دسته فنجان هستش و اگر بیاد محدوده 2,000 ریالی رو به بالا بشکنه و بالای اون تثبیت بشه میتونیم بگیم که الگوی فنجان و دسته هستش. ولی تا زمانی که این مقاومت رو به بالا شکسته نشه نمیتونیم بگیم که این الگو تایید و تکمیل شده. خب حالا به ریزتر مشاهده میکنیم. قسمت دسته فنجان شبیه به الگوی مثلث شده. گفتم الگوی مثلث از دو ناحیه حمایتی و مقاومتی همگرای داینامیک شکل گرفته و طول موجها هرچه به انتهای الگو میرسیم کوتاه‌تر میشه و معمولا از 5 موج شکل میگیره و زمانی تایید و تکمیل میشه که ضلع مثلث بالا شکسته بشه و بالای این ناحیه مقاومتی نمودار کندلی ما تثبیت شه که فکر میکنم موج A, B, C, D تکمیل شده و بعد منتظر موج E بمونیم. امیدوارم این تحلیل براتون مفید واقع بشه.